سینما، تلویزیون و نمایش خانگی تفاوت‌های ماهوی زیادی با هم دارند. شاید یکی از مهمترین وجوه افتراق این سه مدیوم مهم بصری تفاوت در بازنمایی ژانر یا گونه‌های سینمایی باشه. یکی از سوالات مهمی که میتونه ذهن مخاطبان کاوشگر مدیوم‌های چون سینما، تلویزیون و نمایش خانگی رو به خودش مشغول کنه اینه که چرا ژانر کمدی در سینمای ایران خیلی خوب جواب میده اما در تلویزیون و نمایش خانگی اونقدرها که باید موفق عمل نکرده. اگر از استثناءاتی مثل پایتخت و نوخه بگذریم، طرح این سوال میتونه بسیار جدی و مهم تلقی بشه. با نگاهی به پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران، به ویژه در چند سال اخیر، می‌بینیم که همه آثار پرفروش یک ویژگی مشترک دارن و اون این که در ژانر کمدی طبقه بندی میشن. فسیل، هتل، تگزاس 3، تمساح خونی، هاوایی، انفرادی، شهرهرت و غیره همگی آثاری کمدی به شمار میان. البته بگذریم از اینکه طیفی از منتقدین برخی از این آثار رو به معنای واقعی کلمه کمدی تلقی نمی‌کنن و معتقدند که این فیلم‌های پرفروش در خوشبینانه ترین حالت آثاری شبه کمدی هستند. حالا میشه از یک زاویه مشابه دیگه هم به موضوع بازنمایی ژانر در مدیوم‌های سینما، تلویزیون و نمایش خانگی پرداخت و اونم این که چرا فیلم‌های اجتماعی در سینما فروش نمی‌کنند اما در نمایش خانگی موفق ظاهر میشن. در انتهای شب، زخم کاری، گناه فرشته، آکتور، یاغی، قورباغه و غیره از جمله آثار اجتماعی موفقی هستند که طی سالهای اخیر در بستر نمایش خانگی تولید و پخش شدن و تونستن مخاطبان بسیاری رو با خودشون همراه کنن. تو این مجال کوتاه قصد پاسخگویی به این پرسش‌های کلیدی رو نداریم و چه بسا برای ارائه پاسخ‌های دقیق و متقن به پرسش‌های فوق به پژوهش‌های کاربردی نیاز باشه. اما همین که صورت مسئله در ذهن منتقدین و کارشناسان سینما، تلویزیون و نمایش خانگی قوام بگیره، میتونه ما رو یک قدم به یافتن پاسخی دقیق، درست و منسجم نزدیک کنه.